بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی به هر یک شما توفیق فهمی صحیح اسلام را نصیب بگرداند. امروز بنده می خواهم به اذن الله سبحانه و تعالی شبهه دومی مدخلی ها را کشف نمایم و به شما خیانت اونها، فریب و نیرنگ اونها و چگونه مدخلی ها انسان ها را گمراه میکنند بیان بکنم. ما میگویم که این شبهه دومی اونها است، زیرا شبهه اول اونها را در صحبت گذشته بیان کردم که شبهه اونها از یک حدیث صحیح بود که حدیث به موضوع عذر بالجهل اصلا دخالت ندارد. حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و نقل میکنند یک مرد از بنی اسرائیل را که به فرزندهایش وصیت کرد که بعد از مرگ من مرا بسوزانید. ما سخنهای سلف را آوردیم که این مرد به کفر اکبر واقع نشد، به شرک اکبر هم واقع نشد. غایت عملی که انجام داد این شک در جزء از قدرت یا که جاهل موندن به صفت و شک کردن در یکی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است که به سخن خود امام شافعی سلفی این اومد و دیگر از منهج اهل سنت و جماعت این است که کسی که به یک صفت جاهل میموند به کفر اکبر واقع نشده است، یا شک به یک صفت میکرد به کفر اکبر واقع نشده است. و ما رد تفصیلی در تقریبا 1 ساعت 60 دقیقه به این جواب دادیم و علمای نجد میگن که این مرد از سبب سخت ترسیدنش سخنی را گفته موند که نفهمید. خیلی که روایت امام مسلم است که یک مرد از سبب سخت خرسندی شدن به دلش نیت کرد که من میگم که ای الله تو رب من هستی، من بنده تو هستم، اما زبانش خطا کرد و گفت ای الله تو بنده من هستی، من رب تو هستم. این کافر نشد. از سبب چی؟ به سبب اینکه به قلبش این عمل رو قصد نکرده بود. از سبب سخت خرسندی سخنش خطا برآمد. این چنین انسانی که مرا سوزانه گفته بود از سبب سخت ترسیدن سخنش خطا برآمد. والله اعلم. بالعموم 7 مذهب اهل سنت رو بیان کردیم که این انسان به کفر اکبر واقع نشده است. پس این حدیث مردی که خود را وصیت میکند که بسوزانید هیچ دلالت به جهل بالعذر، بگیم العذر بالجهل، در شرک اکبر نمیکند. شرک اکبر در یک وادی، جهل در یک وادی و این حدیث در وادی دیگر است. اما این مدخلی های گمراه از این بخبرند. حدیث دومی که محمد طاهر جهمی، این گمراه طاغوت پرستی بگویم دفاع کننده از مشرکین، همچون حجت به خودش بیان کرد، برادر محمد شریف عبدالعلیم جهمی طاغوت پرست، گفت عذر بگویم جهل در شرک اکبر عذر است. حجت دومی اونها این است که شبهه دومی اونها این است که میگن او گفت سجده معاذ رضی الله عنه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بله، حدیث روایت شده است، ابن ماجه در سنن تخریج کردند، یعنی ذکر کردند، و بزار رحمهم الله و اینچنین به یک لفظ ابو داوود همین ها را ذکر میکنه. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که انه لما قدم على النبي صلی الله علیه و سلم من الشام سجد للنبي صلی الله علیه و سلم فقال ما هذا يا معاذ. یعنی معاذ رضی الله عنه زمانی که از شام به مدینه بازگشتند به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند، وقتی که رسول الله را دیدند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده کردند. رسول الله گفتند این چی است معاذ؟ یعنی تو چی کاری که داری میکنی؟ چی میکنی؟ معاذ گفت این اتیت الشام فرأیت النصارى يسجدون لأساقفهم وقسيسهم ورهبانهم وبطارقتهم ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهاهم وعلمائهم فقلت لأي شيء تصنعون هذا أو تفعلون هذا؟ قالوا هذه تحية الأنبياء. قلت فنحن أحق بأن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم. یعنی معاذ بیان کردند رضی الله عنه که من به شام رفتم و دیدم که نصرانی ها، اهل کتاب نصرانی ها سجده میکنند به پیشواهای خود، به امامهای خود، به علماهای خود و به
قسیینی که در بینشون قصه گویان هستن، قسیینای خود سجده میکنند. و این چون یهود رو دیدم از اهل کتاب، یهودی ها که سجده میکنند به علمای خود، به فقهای خود، به پیشوایان خود. من گفتم، معاذ میگن که من بعد از این که این چیز رو دیدم گفتم که برای چی این عمل رو انجام میدهید؟ یعنی به یهودی ها و به نصارانی ها سوال دادن که چرا شما سجده میکنید به علما و پیشوای خود؟ یهودی ها و نصرانی ها به معاذ رضی الله عنه جواب دادن که هذه تحیه الانبیا، این تحیه، ببینید این تحیه انبیا است، یعنی این یک نمودی سلام دادن، تحیه سلام دادن است. قلت، معاذ گفتم، معاذ میگن که من گفتم که پس ما مستحق تر هستیم که به پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم سجده بکنیم. سجده نه به خاطر عبادت، بلکه همچون تحیه، همچون سلام. معاذ که از شام آمدن، گویا یک چند وقت که پیامبر رو ندیدن، سلام کردن به پیامبر به کدام نمود؟ به نمودی اهل کتاب که سجده میکنید، به نمودی سجده. خیلی که این سجده به نمود تحیه، اکرام، قدردانی، خیلی که به آدم الله سبحانه و تعالی امر کرد که به آدم سجده کنن ملائکه ها، یا که خیلی که پدر یوسف علیه السلام و برادرانش به یوسف سجده کردند. ببینید تا زمان محمد صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن، پیامبر آخر الزمان، سجده کردن به خاطر سلام، تحیه، اکرام بله جایز بود. اما وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم آمد، یعنی که الله سبحانه و تعالی پیامبر آخرین را فرستاد، این نمودی تحیه، این نمودی سلام دادن و اکرام کردن، بگیم این خیل سجده کردن به خاطر سلام، منسوخ شد و سجده در دین ما شرک است، مطلقا جایز نیست. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معاذ گفتند انهم کذبوا علی انبیائهم کما حرفوا کتابهم، اینها دروغ گفتند به پیامبرانشان چگونه که کتابهایشان را تحریف کردند. در دوامش گفتند که لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، اگر من یک کسی رو امر میکردم که به کسی دیگر سجده بکند، زنها رو امر میکردم که به شوهر سجده بکند. این طاغوت پرستا، این کسایی که مشرک را مسلمان میدانند چی گفتند؟ از این حدیث چی حجت گرفتند؟ گفتند که معاذ ابن جبل رضی الله عنه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده کرد، از سبب جهل ندانست که سجده کردن آدم رو کافر و مشرک میکند، زیرا که سجده کردن به غیر الله، به پیامبر باشد یا به کسی دیگر باشد، این کفر است. اما معاذ رضی الله عنه نفهمیدند کفر بودنی سجده کردن به غیر الله را، جاهل موندن، از این باب جاهل بودن. به گفتی مدخلی این سخن امین است. اما با وجود این که معاذ سجده کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو معاذ ابن جبل رو تکفیر نکردند، کافر نگفتند. چرا کافر نگفتند؟ چرا که معاذ ابن جبل در همین باب جهل داشتند و جاهل بودند، از سبب جهل به پیامبر سجده کردند. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم معاذ رو جهلش رو فهمیدند و تکفیر نکردند و کافرش نگفتند. سبحان الله. یعنی ببینید این متهمان در حقیقت به خاطر منهج باطلشون صحابه رو میگویند که شرک اکبر رو انجام داد و جاهل بود، از سبب جاهلیش پیامبر او رو تکفیر نکردند. یعنی صحابه رو هم واقع شده به شرک اکبر میداند، شرک اکبر رو کردن یا نکردن، ای مدخلی گمراهی طاغوت پرست. سجده کردند، بله سجده به غیر الله کردند، شرک رو کردند، اما به سبب اینکه جاهل بودند پیامبر تکفیر نکردند. میگوین شما ای مدخلی ها. پس صحابه رو هم واقع شده به شرک و هم جاهل میگویند اینها. اعوذ بالله، اعوذ بالله من ذلک. در حالتی که معاذ ابن جبل از همه داننده ترین به حلال و حرام بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که معاذ ابن جبل اعلم بالحلال والحرام. معاذ ابن جبل کسی که از همه داننده تر در بین صحابگان در باب حلال و حرام است. سجده من باب اولا است که میدونستند. پس
به خاطر منهج باطل انسان وقتی که به بگویم گمراهی می رود، اول عقیده را می سازد و بعد از عقیده به خاطر عقیده باطلش دلیل جمع میکند، صحابه را طعنه میزند، کسی را خود طعنه میزند. و در شبهه آینده شما میگیم که اینها هزارها صحابه را طعنه به کفر میزند. این خوب است. البته این روایت رو، این حدیث رو امام احمد در مسندشون و ترمذی در سننشون و ابن ماجه به یک لفظ روایت میکنند. همین آخری حدیث رو که لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها، اگر کسی رو امر میخواستم که امر بکنم به سجده کردن کسی دیگر، زن رو امر میکردم که به شوهرش سجده بکند. همین لفظ رو روایت میکنند. اما لفظ معاذ ابن جبل رو که گویا که معاذ شام رفتند و آمدند و به پیامبر سجده کردند، این قصه رو احمد در مسندشون، ترمذی روایت نمیکنند و ابن ماجه هم در یک لفظ روایت نمیکنند. این علما و محدثین احمد، ابن حنبل رحمه الله، ترمذی و ابن ماجه در روایتشون سجده معاذ رو روایت نمیکنند. زیرا این قصه، اولا جواب ما همین است که این قصه ضعیف است. قصه معاذ ابن جبل رضی الله عنه که به شام در زمان پیامبر رفتند و گشتند و آمدند و سجده کردند ضعیف است. زیرا که این روایت رو تنها از ازهر ابن مروان، از قاسم الشیبانی، از عبدالله ابن ابی اوفا روایت میکند. انا همین ازهر ابن مروان الرقاشی میگند، این ثقه نیست. و قاسم ابن عوف شیبانی البکری الکوفی ضعیف است که همه محدثین متفق هستند بر ضعیف بودن این انسان و حدیث این انسان را ترک کردند. نظر بکنید به حکم علی بن المدنی مدینی یا که به حکم یحیی بن معین و دیگر از علمای محدثین که در سلف بودند. پس به اتفاق محدثین در سند این روایت انسانی ضعیف وجود دارد که حدیث این را ترک کردند. این کی است؟ قاسم بن عوف شیبانی البکری الکوفی است. بارک الله فیکم. منهج اهل سنت و الجماعت چگونه منهج است؟ منهجی که وقتی که حدیث ضعیف شد، از این حدیث ما دین نمیگیریم، از این حدیث ما حجت نمیتونیم که بگیریم. این به خودش شاهد ندارد لااقل. پس این جهلا دینشون رو از ضعیف میگیرند. ما میگیم این حدیث ضعیف است. وقتی که حدیث ضعیف شد دیگر سخن تمام است. این حدیث هم متنش و هم سندش ضعیف است. بارک الله فیکم. این خبثا از علم حدیث خبری ندارن، شاید نمیدونن که حدیثی صحیح 5 شرط دارد. اولها صحیح و هم متصل، اسناده لم يشذ او يعل. اسناد حدیث باید علت نداشته باشد. یرویه عدل ضابط عن مثله معتمد فی ضبطه و نقله. بارک الله فیکم. پس این حدیث ضعیف است و از حدیث ضعیف حجت گرفته نمیشود. ای مدخلی ها. پس برادران و خواهران عزیزم، شما ببینید اینها از حدیث ضعیف میگیرن، ما میگیم حدیث ضعیف است، از حدیث ضعیف حجت گرفته نمیشد. پس به عذر بالجهل بیارید یک روایتی که آشکار باشد و صحیح باشد، وجود ندارد. و البته این قصه سجده کردن رو ابو داود تخریج میکنند در سننشون از روایت قیس بن سعد که میگه که اتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلی الله علیه وسلم احق ان يسجد له قال فاتيت النبي صلی الله علیه وسلم فقلت اني اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون للمرزبان لهم فانت يا رسول. یعنی این از قیس بن سعد است. این حدیث هم از حدیث پیشتر دیده ضعیفتر است. اسناد این روایت هم از اسناد پیشتر حدیثی که گفتیم ضعیفتر است، سابق گذشته. و روایت این هم تنها یک نفر روایت کرده است، شریک ابن عبدالله القاضی.
بسیاری از محدثین انسان رو ضعیف بیان کرده و با همین به شما بیان میکند که به شما بیان شد که اینها حجت در عذر بالجهل در باب شرک ندارند. حجتی آوردهشون یا که به دیگر مسئله دخالت میکند، اگر حدیث صحیح باشد به دیگر چیز دلالت میکند، یا حدیث ضعیف است. این تمامی منهجی اهل بدعت است. با همین فهمیده میشد که حدیثی سجده معاذ بن جبل بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، نه سندش، نه از جهت سند، نه از جهت متن. این ضعیف است. چرا؟ سند حدیث دیدیم که سند حدیث ضعیف است، سند این روایت ضعیف است. متن چرا؟ برای آنکه معاذ رضی الله عنه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به شام نرفتند. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند به شام نرفتند. و این حدیث میگه که به شام رفتند. این یکمین دلالت. و بعضی از علما میگن که اگر رفته باشد هم به طرف یمن، اما یا که به شام اگر به یک جانب رفته باشد هم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم گشته نآمدند. وقتی که پیامبر زنده بودند گشته نآمدند. بالعموم متن هم ضعیف است. و چگونه که ما گفتیم چگونه با صحیح میشود؟ زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که اعلم الامه، داننده ترین امت در باب چی؟ حلال و حرام است. از همه حرام ترین چیز شرک است. ما بگیم که داننده ترین انسانی که پیامبر تزکیهش دادند که معاذ بن جبل داننده ترین صحابه در باب حلال و حرام است، جاهل مانند در باب شرک، در حالتی که شرک از همه بزرگترین محرمات است. تزکیه پیامبر رو شما نادیده میگیرید مدخلی ها، در حالتی که معروف است که سجده تحیه منسوخ در شریعت ما بود و این معاذ بن جبل میدونست. این است جواب ما. لیکن بعضی از علمای اهل سنت و جماعت میگویند، علمای معتبر ما میگویند اگر فرضاً بگوییم تخمین بگوییم که بله این حدیث اگر صحیح باشد هم هیچ حجت برای مدخلی ها در عذر بالجهل نیست. اگر بگوییم که این حدیث صحیح است، فرض گرفتیم که حدیث صحیح است، هیچ حجت بالعذر بالجهل نیست. زیرا سجده کردن معاذ رضی الله عنه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه از وجه عبادت بود که ما این رو شرک بگیم، از وجه عبادت نبود، از جهت عبادت نبود، بلکه از وجه تحیه و سلام بود و از جهت بزرگشماری و بگیم اکرام و قدردانی بود، نه از جهت عبادت و دین. و این عمل در شریعت های گذشته چه خیلی که بیان کردیم، سجده کردن من باب سلام، تحیه، قدردانی، اکرام جایز بود و تنها در شریعت ما حرام شد. سجده به آدم، سجده به یوسف، بارک الله فیکم. و این است سخنی یک قسم از علما. ابن کثیر در تفسیرشون میگن که کانت طاعت لله و سجدة لآدم اکرمه الله انشد له ملائکته تحیه و اکراما. وقتی که الله امر کرد ملائکه ها را که اطاعت، امر کرد که سجده کنید به آدم، وقتی که سجده کردن اطاعت به الله کردن و سجده به آدم کردن و سجده اشون به آدم این به خاطر چی بود؟ تحیه، سلام و اکرام بود، نه اینکه سجده عبادت. و در جای دیگر میگن که کان سجود سائغا فی شرائعهم اذا سلموا علی الكبیر یسجدون له. سجده کردن این یک چیزی مشهور و پهن شده در شریعت های گذشته پیش از پیامبرمون صلی الله علیه و سلم بود. اگر به یک انسانی از خودش کلان یک کسی خردسال سلام میداد سجده میکرد. به انسانی کلان سلام کردن سجده کردن بود. ولم يزل هذا جائزا من آدم الى عیسی فحرم هذا في هذه المله. و این عمل از زمان آدم علیه السلام تا زمان عیسی علیه السلام جایز بود که به خاطر سلام دادن کسی به کسی دیگر سجده بکند. اما در این ملت
اسلام بگیم مسلمین امت محمد صلی الله علیه و سلم این عمل رو الله سبحانه و تعالی حرام کرد و شریعت های گذشته رو همین باب رو منسوخ کرد. شریعت گذشته رو منسوخ کرد. پس این از باب عذر بالجهل نیست. این حدیث از باب عذر بالجهل نیست و هیچ حجتی نیست. و این مسائلی گویا که خفی هستند. این قول از اقوال علمای اهل سنت است. این دوم قول هم. لیکن این دوم قول فرزن است. قول صحیح همین است که این حدیث ضعیف است و این قصه ضعیف است. هیچ حجت بر عذر بالجهل این ندارد. پس خابو و خسیرو، شرمنده شدند، گمراه ها باز این شبهه کاریشون فایده نکرد و حقیقت آشکار شد. بدانید که سجده کردن به غیر الله شرک اکبر است و آدم کفر می شود. ابن القیم الجوزی در مدارج السالکین مجله اول صفحه 344 میگویند و من انواع الشرك سجود المرید للشیخ، و از یکی از نمودهای شرک اکبر این چی است؟ سجده کردن مرید به شیخ است. فانه شرک من الساجد والمسجود له. پس این البته شرک است. شرک هم از جانب سجده کننده و هم از جانب سجده شونده است. آدمی که سجده می شود به همین راضی باشد این کافر است، طاغوت است، و آدمی که سجده میکند هم مشرک است. والعجب انهم یقولون لیس هذا سجود. شیخ ابن القیم میگن که عجب و تعجب همین جاست که اینها میگن که این سجده نیست. میگن و انما وضع الراس قدام الشيخ احتراما و تواضعا، بلکه میگن که گذاشتن سر به پیش شیخ هم به خاطر احترام و تواضع است. میگن نه، میگن فیقال لهؤلاء، به این مشرکا گفته میشد که ولو سمیتموه ما سمیتموه فحقیقه السجود وعض الراس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم وللشمس والنجم والحجر كل وضع الراس قدامه ونواء ركوع المتعمين بعضهم لبعض عند الملاقات و هذا السجود. هرچی نام بگذارید سجده کردن به یک انسان، سرتون به پیش پاش گذاشتن، خم شدن، تواضع بگویید، یا که این سجده نیست بگویید، این سلام دادن بگویید، یا که بارک الله فیکم خاکساری بگویید، احترام بگویید، این شرک است. در شریعت ما این شرک است. در شریعت های گذشته شرک نبود، که در شریعت ما شرک است. شریعت ما این شرک بیان کرد. بارک الله فیکم. با همین شبهه این اهل بدعت به شما بیان گشت که این قصه ضعیف است و هیچ دلالت به عذر بودن جهل در شرک اکبر نمیکند، بلکه هر کسی که شرک اکبر را کرد مشرک است. اسم اسلام به این انسان مسلمان داده نمی شود. بارک الله فیکم. و شبهات آینده را انشاءالله نوبتی را به شما در روزهای آینده بیان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.